در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند. به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میر داماد چقدر بی‌عرضه است، اسبش دائم عقب میماند. شیخ بهایی گفت: کوهی از علم و دانش بر آن سوار است، حیوان کشش این همه عظمت را ندارد. ساعتی بعد عقب ماند. به میر داماد گفت: این شیخ بهایی رعایت نمی کند، دائم جلو میتازد. میر داماد گفت: اسب او از این که آدم بزرگی چون شیخ بهایی بر پشتش سوار است سر از پا نمیشناسد و میخواهد از شوخ بال درآورد. این است رسم رفاقت، در غیاب یکدیگر حافظ آبروی هم باشید. روزی مردی به دربار کریم خان زند می رود و ناله و فریاد سر می دهد. کریم خان علت را جویا می شود. مرد با درشتی می گوید: دزد همه اموالم را برده است. کریم خان می پرسد: وقتی اموالت به سرقت رفت کجا بودی؟ مرد می گوید: خواب بودم. کریم خان می گوید: خب چرا خوابیدی که اموالت را ببرم؟ آن مرد می گوید: من خواب بودم چون فکر می کردم تو بیداری. کریم خان